ما که یه معلم داشتیم میگفت اگه راجع به خدا فکر کنید دیوونه میشید. دیدی تو خیلی از کلاس‌های موفقیت میگن تا تو استحقاق نداشته باشی جهان هستی هیچی به تو نمیداد. غلط است. نه خیر، غلط است. جهان هستی هیچ کاری به استحقاق تو نداره. اون سیستمش بر اساس فضله. دوست داره همه کنار سفرش کیف کنن، عشق کنن، لذت ببرن. فقط باید و نباید هایی که قرار داده برای اینه که یه عده باید ها و نباید ها رعایت کنن، بیشتر لذت ببرن. میگه خداوند چوب داره میزند. میگه آره خدا چوب داره، ولی چه جوری میزنه؟ همه نکته تو اونه. ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. بزنش، هر کی بهت بدی کرد بزنش، ولی با چی؟ با محبت بزنش، با اخلاق بزنش. اون بدی تو رو گفت، تو خوبیشو بگو. این یکی از هزاران هزار رفتار عاشقانه خدا برای دیوونه کردن انسان هاست. یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها. دعای جوشن کبیر. ای کسی که شروع کردی به نعمت بارون من قبل از این که من اصلا استحقاقی داشته باشم. خلقت تو بر اثر عشقه. واقعا امروز تو 48 سالگیم متوجه شدم واقعا جمله ایشون درست بود. اگه کسی عمیق دائم به خدا فکر کنه دیوونه میشه، ولی دیوونه عشق از یک دنیا محبت خدا انسان دیوونه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. سلام و درود خدا خدمت دوستان جان. سید محمد ارشیانفر هستم. عالی عالی. امیدوارم شما هم به لطف خداوند عالی عالی باشید. یک نظرسنجی کردن از چند هزار نفر انسان در یکی از کشورها که ببینن مردم خدا رو چه شکلی تصور میکنن. بیشتر از 70% از انسانها خدا رو به چشم یک پادشاه تو ذهن خودشون تصور میکردن. یک پادشاهی که یه جایی نشسته، یه تختی داره و یه تاجی و معاونی و خدمی و حشمی. و بیشتر از 20% از انسانها گفته بودن ما خدا رو به عنوان مثل یک پیرمرد مهربان خیلی منعطف دوست داشتنی مهربون میدونیم. نزدیک 10% هم گفته بودن ما خدا رو یک نور و یک انرژی خیلی خیلی قوی میدونیم. یادتون از بچگی از خیلی از معلم‌ها وقتی میپرسیدیم آقا راجع به خدا میتونیم سوال کنیم، میگفتن نه، راجع به خدا سوال نکنید، فکرم نکنید. ما که یه معلم داشتیم میگفت اگه راجع به خدا فکر کنید دیوونه میشید. اینقدر ما رو از بچگی ترسونده بود که راجع به خدا فکر کنید دیوونه میشید. و ما با همین پیشفرض اومدیم جلو و شما با همین پیشفرض اومدید جلو و اصلا فکر کردن راجع به خدا رو کلن فراموش کردیم، بوسیدیم، گذاشتیم کنار، گفتیم ولش کن.
اصلا ولش کن، اصلا راجعش فکر نکنیم. در صورتی که اگر به من بگن بیشترین چیزی که باید فضای فکری تو رو اشغال کنه چیه؟ میگم فکر کردن به خداونده. اون روز معلم عزیز درست به ما گفت دیوونه میشی. واقعا امروز تو 48 سالگیم متوجه شدم واقعا جمله ایشون درست بود. اگه کسی عمیق دائم به خدا فکر کنه دیوونه میشه، ولی دیوونه عشق از یک دنیا محبت خدا انسان دیوونه میشه. میگه خداوند چوب داره میزند. میگه آره خدا چوب داره، ولی چه جوری میزنه همه نکته تو اونه. شنیدی مثلا شما در حق یک کسی نامهربانی میکنی، بی وفایی میکنی، بی معرفتی میکنی، اون در قبال بی معرفتی تو یه ورقی رو میکنه که یه نفر ازش مثلا راجع تو میپرسه، میگه فلانی چه آدم، میگه خیلی خوبه، خیلی فلانه، با وجود اینکه میدونسته تو راجبش چی گفتی. بعد تو دیگه رود نمیشه اصلا نگاش کنی ببینیش، فقط برمیداری گوشی رو براش SMS میزنی که آره دیشب فلانی بهم گفت شما راجع من چی گفتی، ما رو چوبکاری کردی، یعنی زدی، ولی با محبت زدی، ولی با عشق زدی. ادفع باللتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. بزنش، هر کی بهت بدی کرد بزنش، ولی با چی؟ با محبت بزنش، با اخلاق بزنش. اون بدی تو رو گفت، تو خوبیشو بگو. این یکی از هزاران هزار رفتار عاشقانه خدا برای دیوونه کردن انسان هاست. چقدر این آیه زیباست. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. ای پیامبر من به اینا بگو روبروتون میدونید چیه؟ یه اقیانوسی از مهربانی، به فضل الله و رحمته. بگو میدونید طرفتون کیه؟ یک اقیانوس بی انتها از مهربانی، از فضل. فضل میدونید چی؟ فضل یعنی این نیست که من منتظر بمونم ببینم تو چه رفتاری میکنی تا من رفتاری بکنم در خور شخصیت تو. همون کاری که ما آدما میکنیم. یه دونه میگه بهش یه دونه بگو، جوابتو نداد جوابشو نده، بهت کادویی نداد بهش کادویی نده، بهت پول قرض نداد بهش پول قرض نده. ولی رفتار خداوند چه شکلیه؟ میگه اصلا من به تو نیازی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت، ولی این همه عشق به تو دادم. میلیون عجایب رو داخل چشمات فقط بارگذاری کردم، داخل گوشت بارگذاری کردم. اونایی که حالا آناتومی خوندن خیلی بهتر متوجه میشن، گرچه اونایی که سلطان درسای آناتومی هم هستن 1 میلیاردم عظمت مثلا مغز رو متوجه میشن. اونایی که ژنتیک خوندن میدونن در هر رشته از DNA عظمت بی انتهایی است، در هر یه دونه از رشته های DNA، در نوک انگشتات، در قضروفات، در سلولهات، در زبانت، در 2 لبات، قلبت، ششت، معدت، کبدت، کلیت، رودت، نایت، مثانت، اندام خصوصی بدنت. وای خدای تو به ما نیاز داشتی اینا رو به ما دادی؟ بدهکار بودی؟ یا نه ما قبلش رفته بودیم به تو یه خدمتی کرده بودیم، یه سرویسی به تو داده بودیم، تو گفتی دیگه به خاطر این سرویسی که به ما داده بذار دیگه حالا یه چشم خوشگلم بهش بدم و یه زبونی بدم و یه مغزی بدم و یه قلبی بدم. و ما نبودیم و تقاضا ما نبود.
مولانا ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشنود. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه مر بر بندگان جودی کنم. من اصلا به تو نیازی نداشتم و نیازی ندارم و نیازی نخواهم داشت. خلقت تو بر اثر عشقه، بر اثر فضل خداست. برای همینه به پیامبر میگه در سوره مبارکه یونس قل بفضل الله و رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو همه چیزایی که جمع کردید بذارید یه طرف، فضل من و شادی که از فضل من بهتون دست میده رو بذارید یه طرف. هر روز به فضل خدا فکر کنید. برای همین گفت تو قنوت نمازتون بگید الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدای با من دو تا چهارتایی رفتار نکن. من میدونم دو تا چهارتایی اصلا در شأن تو نیست، بد نمیاد. دو تا میلیارد تایی با من برخورد کن. تو دعای ماه رجب چی میگفت؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل. ای کسی که من یه دونه فسقلی میارم تو یه کوه جواهر میاری. میگه این با اون، آخه این چه تناسبی به این داره؟ یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها. دعای جوشن کبیر. ای کسی که شروع کردی به نعمت بارون من قبل از این که من اصلا استحقاقی داشته باشم. دیدی تو خیلی از کلاس‌های موفقیت میگن تا تو استحقاق نداشته باشی جهان هستی هیچی به تو نمیداد. غلط است. نه خیر، غلط است. جهان هستی هیچ کاری به استحقاق تو نداره. اون سیستمش بر اساس فضله. دوست داره همه کنار سفرش کیف کنن، عشق کنن، لذت ببرن. فقط باید و نباید هایی که قرار داده برای اینه که یه عده باید ها و نباید ها رعایت کنن، بیشتر لذت ببرن. حالا تو کمتر رعایت میکنی، کمتر لذت میبری، ولی اساسش اینه که تو لذت ببری، چون اساسش فضله. فضل یعنی از طرف من خدا نیازی نیست.